Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. کمان رو روی صحنه میخونیم. با یک کمال ادب و یک جهان صمیمیت خاصه سلام عرض می‌کنیم با کل شما خوانندگان و استادان بی‌نهایت عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، یادآور می‌شویم که این لحظه ها هنر و مهارتشان را اشتراکچیان از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13 شهر باختر زیر عنوان دسته گلریز منظور شما می‌گردانند. حاضرین ارجمند، سرول شرط‌های آزمون را برایتان یادآور می‌شویم. شرط اول آزمون محفل ظریفان سلامنامه از 5 تا 7 دقیقه. شرط دوم آزمون صحنه‌چه هجوی از 5 تا 10 دقیقه. شرط سوم تقلید از 5 تا 10 دقیقه. شرط چهارم آزمون رقص گروهی تا 8 دقیقه در اجرای زیاده از 8 نفر. شرط پنجم پیشنهاد فرهنگ لباسپوشی. حاضرین ارجمند، این لحظه اعضای حکمان را برایتان معرفی می‌نماییم. نماینده شعبه معارف شهر باختر اعضای حکمان منوچهر نورов، دиректори مکتب صنعتی بچگانه شهر باختر اعضای حکمان رحمانزاده فضل‌الدین، شاعر استاد عثمان بلالی رئیس حکمان، استاد صحنه کارمند تئاتر موسیقی مسکوی با نام عطا محمدجانов شهر باختر اعضای حکمان جوراخان رسولов. دوستان عزیز، حاضرین ارجمند، خوانندگان و استادان بی‌نهایت گرامی، این لحظه جهت اجرای شرط اول آزمون محفل ظریفان سلامنامه دسته گلریز را روی صحنه می‌خوانیم در زیر کفکبی های شما. من میدونم که امروز محفل ظریفان است. او محفل ظریفان گفته پنجمیه رو فراموش کرده. در وقت پنجمیه مسافه اجتماعی رعایت باید کردیه. در جایهای جمعیتی از نقاب‌های استفاده بودن لازم. دو از همون محل‌های ضد ویروسی یعنی آنتیسپتیک استفاده بودن لازم. چی گویم؟ به هر حال ما تیار دسته گلریز و محفل ظریفان تیار. اینک دسته گلریز را به صحنه میخوانیم. فریده؟ دسته کنیم؟ دسته؟ بله؟ شاید فراموش کرده است. آزی باید مرحمت. این چی؟ گلدسته. گلدسته؟ من به تو گلدسته نگفتم. من به تو دسته رو
فریاد کن گفتم دسته دسته؟ بله گلم داده؟ فریده دختری نست فراموش کرده است شاید مرحمت این چی؟ این نو من نان رو نه این را گفته ایستادم این بند بند؟ من به تو دسته گفتم و من گل دسته آوردی گروه را فریاد کن گفتم و من بند آوردی چکار کنم من این بند را؟ مفتونه تو یه بار بند رو کش باید میفهمی کشم؟ نمیشود کمک کن زوره نرسی نه بازی مرحمت دسته تیار و شما چی شد؟ این چی بود؟ ما باید سر کنیم چی؟ برای چی؟ کووید 19 شما نخود از خود ترسیده من نمیترسم میدونم که تو نمیترسی نام تو چی؟ رشید رشید؟ نام تو؟ عبدالرشید رشید؟ نام تو؟ آقا این ها از ترسی بموری حتی نامهای خودشون هم فراموش کردند چیکار کنم فریده جان کمک کن وقتی محفل گذاشته ایستاده نه نانا نصیبه و دسته کمک کن با دسته؟ بله. بازی و اینها چی شده باشد اینها دسته تیار بود و محفل ظریفان تیار بود اما باید سلام میگفتیم مرحمت دسته تیار آفرین دسته اکنون شما تیار؟ فریده بازیر من یک تا میزنم ویروس هایش رو میپرم مرحمت دسته تیار خدا را شکر فریده جان و تو تشکر 1000 بار رحمت که دسته را جمع کرده کی تو گفتنی که من روم بله به تو جواب نه تو از من 3 دانه نان و 4 بلوچکه قرض داشت میلاد من به تو بازار را میتیم بازاره؟ رحمت مفتونه اکنون من یافته نانم را جمع کردم خیل نمیرسد دسته اکنون شما از هیچ چیز نمیترسید ناامیدی هر کجا گم میشود پیشوا باشد و با گم میشود
یک کفکوبی بلند بزنیم جهت اجرای شرط اولی آزمون محفل ظریفان سلامنامه به دسته گلریز. این لحظه تا به یک خلاصه معین آمدن هیئت حکمان یک نامره غیر کنکورسی در اجرای دسته گلریز داده می شود. در زیر کفکوبی های شما این لحظه بهاگذاری اعضای حکمان جهت اجرای شرط اولی آزمون محفل ظریفان سلامنامه که این لحظه دسته گلریز اجرا نمود. مرحبا. 5 5 5 4 زنده باشید.